سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: عضویت کتابخانه افغانستان در کمیته های دیجیتال سازی آموزش و تحقیق، دستگیری چندین جادوگر در چندین ولایت کشور توسط وزارت امر بالمعروف و دیدار نخست وزیر هند و نخست وزیر کانادا در حاشیه اجلاس گروه 20 در آفریقای جنوبی. امروز دوشنبه سوم ماه قوس سال 1404 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: کتابخانه افغانستان عضویت کمیته های دیجیتال سازی آموزش و تحقیق را به دست آورد. دکتر رفیع الله صمیم رئیس کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفتمین نشست رؤسای کتابخانه‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در ترکیه اشتراک کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در این نشست که نمایندگانی از 10 کشور و نهاد آسیایی حضور داشت، درباره توسعه آرشیو دیجیتالی میان کشورهای عضو، حفاظت از آثار کمیاب و تبادل ظرفیت‌ها و تجارت مسلکی گفتگو شده است. با گفته این وزارت، کتابخانه افغانستان عضویت کمیته‌های دیجیتال سازی آموزش و تحقیق را به دست آورد و همچنان ترکیه سیستم مدیریت کتابخانه‌ها به نام کاشف را به صورت رایگان در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. این وزارت افزوده که در حاشیه نشست مذکور، رئیس کتابخانه عامه افغانستان با رؤسای کتابخانه‌های ازبکستان، ترکیه، ایران و قزاقستان در مورد گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده است. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کاپیسا و فرا 7 جادوگر حرفه‌ای را در حین انجام عمل جادو با مقدار پول نقد، زیورآلات، چندین جلد تذکره، کتاب و اسناد مربوط به اعمال جادوگری بازداشت کرده است. با گفته وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات، این جادوگران پس از بازداشت به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که در یک هفته گذشته 147194 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن کشور صادر و وارد شده است. با گفته محمد اشرف حقشناس، این انتقالات از طریق خط آهن حیرتان آقینه، ترغندی و خواف هرات صورت گرفته است. و در اخیر نریندرا مودی نخست وزیر هند و مارک کارنی نخست وزیر کانادا در حاشیه اجلاس گروه 20 در آفریقای جنوبی دیدار کردند. آقای مودی در صفحه اکس خود نوشته است که در این دیدار دو طرف توافق کردند که سقف تجارت دو جانبه خود را تا سال 2030 به 50 میلیارد دلار افزایش دهد. نخست وزیر هند افزوده که دو طرف همچنان توافق کردند که روابط خود را به ویژه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و نوآوری، انرژی و آموزش گسترش دهد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.